هستند آدم‌هایی که خوشبختیشان را در پول و مال می‌بینند. باز آدم‌های دیگر هستند که کمبغلی را خوشبختی می‌حسابند. اگر خوشبختی تو در پول و مال باشد، از این خوشبختی گذر کن، زیرا خداوند آدمی کمبغل و بیچاره را دوست می‌دارد، نه آدمی ثروتمند را. پس برادران و خواهران عزیز، این را دانید که خوشبختی انسان نه در پول و مال است، بلکه در عمری دراز و پربرکت آن است و ما باید شکرانه از داد و نداد الله بزرگ کنیم و به قدر زندگی برسیم و هیچگاه از راه‌های پست و بلند زندگی ناامید نشویم و چیزی که می‌خواهیم از الله طلب کنیم. انشاءالله الله به ما آن چیز را می‌دهد. السلام علیکم هموطنان عزیز، به دقت شما میرسانم که شرکت قدمشو ایسایو با شما از همه چیپته های ارزان را پیشنهاد میکند. نرخ چیپته ما از دیگر نقطه های چیپته فروشی فرق دارد. چرا؟ چون که 20% ارزان می باشد و شما می توانید چیپته خود را با طریق تلفن هم گیرید. برای معلومات علاوگی با رقم های روی اکران بوده زنگ زنید، حتما جواب خواهیم داد. برای شما راه سفید را آرزومندیم.